مسابقه دو روزه ملی بزکشی با اشتراک دهها چوپانداز در میدان بزکشی شهر سرپل آغاز شد. در این مسابقه دو روزه چوپاندازان ولایت‌های بلخ، جوزجان، سرپل، سمنگان، بغلان، کندوز، تخار و شمار زیادی از تماشاچیان از ولایت‌های مختلف کشور اشتراک دارند. احمدالله وثیق رئیس عمومی تربیت بدنی کشور در آغاز این مسابقه گفت بزکشی یکی از ورزش‌های عنعنوی و تاریخی کشور است و امارت اسلامی و اداره ورزش در راستای رشد و ترقی آن کوشش می‌کنند. سرپل یو له هغو ولایتونو څخه ده چې د بزکشي په برخه کې ښه ځلېدلې ده او په مختلفو وختونو کې د قهرمانۍ مډالونه ترلاسه کړي دي او په دغه برخه کې ډېر زیار ایستلی ده. دو روزه بزکشی در ولایت سرپل در حال برگزاری است. این مسابقات با اشتراک تیم‌های ولایت شمال و شمال شرق افغانستان و همچنین علاقمندان و تماشاچیان از سرتاسر کشور، خصوصا مردم ولایت سرپل و ولسوالی‌های مربوط ولایت در حال برگزاری هست. در میدان بزکشی ولایت سرپل در این مسابقات تعداد زیادی از چاپاندازان و تیم‌های خارج ولایت سرپل از ولایت‌های مختلف شمال و شمال شرق حضور دارند. در عین حال چوپاندازانی که در این مسابقه عنعنوی شرکت کردند، راه اندازی این گونه رقابت‌ها را برای پیشرفت و نهادی نشدن ورزش بزکشی در کشور سودمند عنوان می‌کنند. آنان برگزاری این گونه مسابقات را گامی سودمند برای آماده ساختن تیم‌های بزکشی و به دست آوردن نتایج بهتر در مسابقات آتی می‌دانند. به خاطر همین مردم به خاطر همین تشویق چپاندازا و به خاطر همین مردم برگزار کرده که بخیر در پیش رو تورنمنت داریم در مزار شریف. بسیار خوب است، بسیار خوب است. ورزشکارا پهلوانا آماده میشن، تمرین میکنن، یک تجربه حاصل میکنن و به ولایت ما هم بسیار خوب است و به افغانستان هم بسیار خوب است. این ورزش عنعنوی و ملی پای هزاران تن از علاقمندان مسابقه بزکشی را از ولایت‌های گوناگون کشور در میدان بزکشی شهر سرپل کشانده است. ورزش ملی هستن و طرفدارای ما شوقی هستن که باید این ورزش ببینن. این ورزش خودش یک هیجان داره، یک حیرت داره، مردم همگی دوست دارن چون یک البته ورزش ملی هست. بیخي ډیر ښه دی، ډیر موږ ته ډیر ښه خوند هم راکوي. بیا مو د خپل وطن د خپل علاقه مو د ډیر ښایسته خوند کوي. بزکشی از بازی‌های عنعنوی و تاریخی در کشور به شمار می رود که افزون بر افغانستان در شماری از کشورهای آسیایی نیز طرفداران زیاد را به خود اختصاص داده اند. غلام سخی فروتن، آژانس خبری پژواک، ولایت سرپل.